سلام هدا جون، خیلی ازت ممنونم که دعوتمو قبول کردی و اومدی. امیدوارم که حالت خوب باشه. برای اینکه ویدیومون خیلی بلند نشه یه کوچولو خودتو معرفی کنی. سلام عزیزم، خیلی ممنونم از دعوتت. هدا هستم از صوفیای بلغارستان که مدت 28 سال معلم بودم. مدتی هم هستش که همکار شدیم با هم دیگه و خیلی خوشحالم. منم همینطور. یکی از مزایای این بیزنس که همش میگیم چنینه و چنانه، یکیش اینه که دوست پیدا میکنیم. من خیلی دوست پیدا کردم توی این بله بیزنس، بله، خیلی دوست دوستای پیدا خوب و کردم. پوزیتیو. دقیقاً من خودم کلا یه آدم همچین یه ذره درونگرا و منزوی تریم، ولی توی این بیزنس نه، خیلی با آدما راحت میتونم ارتباط برقرار کنم. خیلی از این بابت خوشحالم. خودشون یه سوال دارم ازت. از سری ویدیوهایی که دارم میسازم، سوال که مال توه اینه که خب ما تولید محتوا میکنیم توی سوشال مدیا پلتفرم‌های مختلف، چه برای ادورتایزمنتمون چه برای پست‌های معمولی که روزانه این تفاهم داریم. آیا لازمه که ما از خودمون، صورتمون استفاده بکنیم؟ کلاً چه جوری ما تولید محتوا میکنیم؟ راستش برای اینکه شما تولید محتوا بکنید اینجا آموزش ببینید. ما توی ادورتایزینگمون حتما باید آموزش ببینیم. برای درست کردن کلیپ ها و تولید محتوامون هم همینطور. ما اینجا تو ترینینگمون ویدیوهای کوتاه و خیلی خیلی کاربردی داریم. من با توجه به اینکه سابقا معلمیه میگم کاربردی به دلیل اینکه انقدر کوتاه و قابل استفاده است که شما برای هر مشکلتون، هر اتفاقی که میفته، هر سوالی که براتون پیش میاد، بلافاصله میتونید مراجعه کنید، ترینینگ رو ببینید و در مورد سوالتون اون ویدیو مربوطش و مطلبش رو بگیرید. نیازی به چهره نیست. در واقع اگر کسی دوست داره که با تصویر خودش باشه، خیلی هم عالی و بهتر و راحت‌تر میتونه کار انجام بده. اگر که مشکل داره به هر دلیلی، دوست نداره که چهرهش تو محیط سوشال مدیا باشه، میتونه الان که دیگه این همه سبک‌های مختلف، ادیت‌های مختلف، کارهای زیادی هست که شما میتونید از اون استفاده کنید. در واقع تو آموزش هامون هم هست، نکته به نکته اینا به ما آموزش داده میشه که چطور میتونید مطلب درست کنید بدون اینکه خودتون باشید. مطالبتون میتونه به صورت آموزشی باشه ولی نوشتاری. اگه نخواستید به صورت انیمیشن، اگه نخواستید به صورت استفاده از AI، به هر صورت شما وظیفتون، یعنی کارتون، علاقمندیتون توی این بیزنس تولید محتواست، ولی با سلیقه خودتون. هر کی با هر سلیقه‌ای، با هر علاقمندی میتونه اینجا به راحتی و به آسونی کارش انجام بده. خیلی محدودیت ممنونم. نداریم و بسیار بسیار دستمون بازه. آره مرسی. همین الان میخواستم ازت بپرسم که آیا در تولید محتوا ما محدودیتی داریم؟ خوشبختانه هیچ محدودیتی نداریم. ببین، دلیل موفقیت دوستان و همکاران همینه. هر کی با سلیقه خودش داره پیش میره. من علاقمندی خودم رو تو پیجم اعمال میکنم و با استفاده برگرفته از آموزش هایی که دیدم. شما علاقمندی خودتو، هر کی یه سری سلایقی داره که میتونه تو پیج خود، چون بیزنس آیدی مال خودتونه، بیزنس خودتونه، شما خودتون به ستابش میکنید، منیجش میکنید و میتونید پیش ببریدش، ولی با هر آنچه که دوست دارید. من چون معلم بودم علاقمندم به این که صحبت کنم و باز کنم مسائل رو. به واسطه گفتگو میخوام اینا باز بشه. حتی دوستانی که سوال دارن تو پیج من هستن، من مثلا میارمشون بالا، باهاشون صحبت میکنم و خیلی آسون باهاشون ارتباط برقرار میکنم. ولی هستن همکارایی که من میشناسمشون، میگن که ما اصلا از دوربین فراری هستیم و نمیخوایم جلوی دوربین باشیم. قبلا هم حتی اگر توی مراسمی جایی میخواستن عکس بگیرن، فیلم بگیرن، معمولا خودمون رو پنهان میکردیم، نمیخواستیم زیاد چهرمون باشه. و اونا موفقن، نه اینکه اونا موفقن، اونا موفقن و با استفاده از این آموزش ها هممون داریم پیش میریم. امیدوارم که همگی موفق و پربرکت باشیم. مرسی، ممنونم. منم همینطور امیدوارم.
برای عزیزایی که دارن ما رو نگاه میکنن، اگر علاقه‌مندن که اطلاعات بیشتر داشته باشن، طبق معمولی که آخر همه ویدیوها میگم، ما به اسم و ایمیلتون احتیاج داریم. اسم و ایمیلتون رو چه برای من چه برای هدی جون فرقی نمیکنه بفرستین. اطلاعات بیشتر رو در قالب ایمیل ما براتون میفرستیم. چیزی هستش که هدی جون بخوای اضافه بکنی؟ نکته خاصی نیستش. این بیزنس میدونید که از ایران و افغانستان قابل اجرا نیست و نیاز داره به کارت اقامت رسمی و باید بالای 18 سال باشن. امیدوارم که دوستانی که دلشون میخواد زندگی آروم، آسون و با کیفیتی داشته باشن در کنار ما همکار ما بشن و بهشون کمک کنیم که آرومتر و آسونتر درآمد داشته باشن. آسونتر، واقعا آسونتر. آره. آرومتر. میدونی به خاطر چی؟ چون من خودم وقتی که من هنوزم معلمم و الان تابستون و وقت بیکاریمه، ولی زمانی که صبح بلند میشم و میخوام برم خیلی سختم، با اینکه عاشق بچه‌هام و واقعا با عشق میرم سر کلاس، منتها برای تایم رفت آمدم چون مسیرم هم میخورده دوره خیلی سختمه. به هر حال آدما نیاز به تنوع دارن، نیاز به تجدید نظر دارن تو کاراشون. یه خوردم که ما داریم به بازنشستگی نزدیک میشیم و واقعا نیاز بود که یه کار دوم داشته باشم. خیلی خوشحالم از این انتخابم. منم همینطور. منم خوشحال و راضیم. خدا رو شکر. بازم ازت ممنونم هدی جون، وقتتو بهم دادی، خیلی خیلی لطف کردی. امیدوارم که به زودی ببینیم همدیگر رو یه جایی یه جوری، نمیدونم تو میتینگ‌های هفته‌ای که خب همیشه آنلاین همو می‌بینیم، ولی غیر از اون حضوری امیدوارم که یه روزی خیلی زود همدیگر رو ببینیم. انشالله در خدمتتون هستم. انشالله تو لایوهای بعدی در خدمتتون هستم. مرسی، ممنونم. بخیر. خداحافظ. قربانت.